پدر و پسری رو دیدم که پدر حدود 50 سال، دیپلمه، موقعیت اجتماعی خیلی خوب و البته برای این جایگاه خیلی زحمت کشیده بودن و پسر حدود 15-16 ساله، بسیار باهوش و با استعداد، البته نه تو درس. نتیجه کار اینا این بود که از کودکی این پسر رو توی مدارس به نام شهر با هزینه‌های گزاف نام‌نویسی کرده بودن و امروز دیگه اون مدرسه عذر بچه رو خواسته بود، چون گفته بود با معیارهای ما اصلا پیش نمیره و نمیتونه اونجوری که مدلمون میخواد درس بخونه. نتیجه این شده بود که پدر عصبانی و مستعصل و پسر با احساس عذاب وجدان شدید که چرا انقدر برای من هزینه کردن و نتونستم. کاری که باید انجام میشد و چیزی که باید این پدر و پسر متوجه میشدن این بود که آقای پدر، من میفهمم که تو داری به این فکر میکنی اگر در کودکی من مدرسه خوب میرفتم و شرایط تحصیلی بهینه‌ای داشتم، قطعاً میتونستم تحصیلات عالیه داشته باشم و با استفاده از اون تحصیلات یه موقعیت اجتماعی رو داشتم که اصلا لزومی نداشت این همه تو زندگیم تلاش کنم. درسته تو اینو فکر میکنی، ولی قرار نیست تو زندگی نزیسته خودتو به بچت تحمیل کنی، چون اصلا این بچه مال این کار نیست. استعداداش تو چیزای دیگه بود، دنیاش یه جای دیگه بود و این پسر باید متوجه میشد که اصلاً تو نباید عذاب وجدان داشته باشی. باید اون عزت نفسی که از بچه از دست رفته بود دوباره ایجاد میشد و میفهمید که اصلاً تو بد نبودی، تو در جایگاه اشتباهی قرار گرفته بودی و از تو چیزهایی رو خواسته بودن که اصلاً مال تو نبوده. و نتیجه این گفتگو ختم میشه به اینی که میرن یه مدرسه دولتی با هزینه‌های کم که برای خانواده فشار زیادی نیاره، چون خروجی نداره و در نتیجه این هزینه‌ها میاد صرف کلاس‌هایی میشه که بچه‌ها واقعاً تو اون استعداد داره و شکوفا میشه.